همیشه سرسون است، همیشه سرگردان است، همیشه حریص است، همیشه یعنی چی نوروزی هست، همیشه شکایت میکند. یعنی خطرناکترینش در این است که همیشه سرگردان است، تشویش است، دردی در هیچ گجو از اون در ترس است، آفتی در هیچ گجو از اون میترسد، خطری در هیچ گجو در خطر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قلب پاک نیست، به خاطر که در قلب کینه و کدرت و حسد و عداوت و دشمناگری و تمام خصلت‌های زشت شیطانی رو شیطان جای کردگی هست. همیشه شکایت و همیشه سرسان و همیشه سرگردان و همیشه حریص زندگی میکنه. خدا نشان ندهد. مثل اینکه از وجودش، از هستیش، از تمام موجودات نوروزی هست، از پروردگار نوروزی هست. پروردگار میگه که استعذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی اگر تقوا کنه، پرهیزگاری کنه و هر حرام و حرجی و هر فسق و فجوری و هر مال و اموال کسی چشم علو نکند، با دارندگی و کسی حسرت و ندامت و یعنی برهم خوردن اون نعمت نکند، همیشه یک زندگی با برکت، حیاتش یعنی مبارک و پروردگار از جای برایش میرسوند که هیچ در نظر نداشت. یکی از دوستا گفتن که من رو از جای کارم پیش کردم. خب جای کاریم خوبی بود، بد نبود، زندگی هم خوب میگذشت، معاشی خوبی هم داشت. خب با سببی از کار روندم. از گفتم پروردگار رو این اهل خانواده و فرزندانم مال و دیگر چیکار میکنم. دیگه قسم خورد که تا وقتی که در همون وظیفه بودم، تا وقتی که با اون وظیفه رفتم و در اون وظیفه بودم به هیچ کس ظلم نکردم. همیشه فکرم بود که عدل و انصاف و عدالت و انصاف پیشه من هست و باید از همین راه دور نروم. همیشه عدل و انصاف و با کسی ظلم نکنم. چند روز نگذشته یکی از دوستا دعوت کردن که فلانی شنیدم که از کار حاضر بیکار هستی، بیا ما جای کار داریم، وظیفه خالی هست، این وظیفه رو اشغال کن. و صاف دلونا و پاک دلونا میدونن که انسانی به انصاف هستی، انسانی یعنی عدالت پرور هستی، کار. خب رفتم گفتم که این همین وظیفه. گفتم برادر عزیز، اگر میخواهید که من همین معلومات و همه توانمندی و همه مهارت و همه هنرم رو برای کارخانه شما صرف کنم، این معاش برای من کم است. من مجبور میشم که اون کارهای دست بزنم که هیچ وقت من به این کار دست نمیزنم. معاش من رو این قدر کنم. البته کارخانه غیر دولتی، کارخانه جمعیتی و تجارتی، مبلغ من رو یا که معاش من رو همین قدر کنید، یعنی از من برکت میبینید. من به هیچ کاری پلید دست نمیزنم و میبینید که انشالله هم با شما هم کارخانه شما انشالله کارش باز پیشتر میرود و بهتر میشود. روزی اول استودگری کردم، گفتم معاش کردم و کار شروع کردم. الحمدلله یعنی زندگیم از اون پیشتر، از اون وظیفه‌ای که داشتم از اون بهتر و بیشتر و خوبتر و مبارکتر زندگیم رفته ایستاده است. یعنی ادای وظیفه کرده ایستادم. یعنی من این قصه رو به خاطر چی گفتم؟ به خاطر که وقتی که انسان مسلمان عدل میکند، انصاف میکند و حرام و حرج دست نمیزند و فسق و فجور دست نمیزند، پروردگار میدهندش از یک جایی که در گمانش نیست، پروردگار برایش میرساند. ولی این انسان، ولی این مسلمان هیچ در گوشه خیالش نبود که فلان کارخانه رو دعوت کنه و با معاش بهترین یعنی به وظیفه قبول کنه. وقتی که انسان انصاف و عدل انصاف پیشه میکنه، پروردگار حتمی در فکر اون بنده هست. یعنی به عباره دیگر یک فرموله انیق دقیق،
وقتی که مسلمان همیشه در فکر پروردگار باشه، پروردگار همیشه در فکر این بنده هست. پروردگار این بنده اش رو هیچ وقت خور نمیکند. چرا مسلمان خور می شود؟ چرا مسلمان ناکام می شود؟ چرا مسلمان بدبخت می شود؟ چرا سرگردان می شود؟ بخاطر میخواهد خیانت کند، دزدی کند، غری کند، نمیدونم چیکار کند. حتمی وقتی که این نیت ناپاک و یعنی عمل مضر و ضررآور و حرام و حرج و فسق و فجور، حتمی و دیگر ناکام و بدبخت می شود. برای همین دعای مؤمن است که میگوید پروردگار نیتم را نیک، قلبم را صاف و پاک، عملم را صالح با برکت بگردان. وقتی که با این دعا هر جایی که شغل وظیفه میکند، هر جایی که کار میکند، برکت مییابد.